شبی مهمانی حاجی فلانی که آقازادگانی نیز بودند، همه فارغ ز درد و رنج مردم و از شادی ترانه می سرودند. همین که میز شام آماده گردید، کباب بره و میگو و ماهی، به ناگه برق رفت و گشت تاریک، نمیدید هیچ کس غیر از سیاهی. یکی فریاد زد لطفاً همه دست، صدای دست و سوت و جیغ بالا، کسی سمت غذا فعلا نیاید. بزن اون دست قشنگا رو ماشالله. همین که برق خانه وصل گردید، همان برق از سفاز میزبان رفت. تمام میز غارت گشته بود و تعجب از زمین تا آسمان رفت. همه گفتند کار ما نبوده، صدای کف زدن هامان گواه است، یقینا کار جن بوده و شاید ز آمریکا و اسرائیل و شاه است. برآمد از زمین ارباب جنها به فریادی که ای قوم دغلکار، چرا هر جا که غارت می شود میز به ما نسبت دهیده جمع بدکار؟ خودم دیدم که با یک دست خوردید و با دست دیگر بر گردن خیش. صدای دست بر گردن می آمد، امان از حیله های خفته در ریش. من افشا میکنم حاجی فلانی، در این کار این جماعت بی نظیرند، همه غارتگرند و خیره در چشم، ز دزدی هیچ را گردن نگیرند. 40 سال است با دستی به سینه، عزادارند و با دست دیگر شاد. یکی از دستهاشان سوی خالق، یکی در جیب مردم، داد و بیداد.